مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیده در سفیدی ای دل است، با هم پژمردگی سامان بستان مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز، مخلصان، مسافرانی که ما را از هر کدام جانب دنیا ما را میبینند. صحت هستید، سلامت. امروز سلام خود را از محله پرندچی ها از خانواده اعظمکه برای شمایان میرسانم. امروز زادروز مادر مهربان زیبنی سایتی را جشن گرفته ایستادیم. امروز تبریکات را از نام سه پسر عزیزشان، از نام دو گلعروس نازنین نبیره های عزیزشان، از نام اعظمکه، عظیمکه، عزیزکه، از نام کلین پاشاها دلدارایتی، عنایت بانو و از نام نبیره ها، از نام یحیی جان و محمد جان آنا جان عزیز را تبریک کرده این لحظه های خرسندی را همراه شمایان پیشکش میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. اگر خوبم دایت پشت دنیای من کشیدنم، به موی تو قسم تویی. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر مادران، مهمانان خانواده اعظمک و البته زیبنی سخاله، همه شمایان را به جشن زادروز مادر عزیز، به جشن زادروز زیبنی سخاله خوش آمدتان میگوییم. زیبنی سخاله زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگیم. بید یا ما با نزدیکتر عزیزکه یا شما نزدیکتر بستیم خیلی تو خوش میم یا شما بگذارید. و البته اعظمک بمانم باشم بید شما هم پیش ما با اعظمک. امروز خاندانتون ما روزی خورسندی از آمدن ما خیلی خورسند شدن. زیبنی سخاله که عشق شادی ریخته ایستادن. امروز اعظمک هر آن مهنت های حلالی که کردید، هر مهنت هایی که حلالی کردید، هر دوی شمایان برای فرزندان ثمرش را دیده ایستادید. امروز شمایان را از مسافرت از نام فرزندی عزیزتان و از نام دو فرزند مهربان که در اطرافتان پروانه هستند،
از نام عظمتکه، عظیمکه، عزیزکه، از نام کلید پاشاها، از نام دلدارایتی عنایتگانان، نبیره های شیرین یحیی جان و محمد جان شما را تبریک میگویم. زبرین سفر زادروز مبارک، روز تولد مبارک باشد. مانند امروز خوش و خوشبخت در ارداغ فرزندان باشد. فرزندان همیشه در خدمت شمایان باشد. آن پستی‌ها و بلندی‌های زندگی که بود پس سرماندگی باشد. از زیر همراهی عزیزکه هم صحبت شدیم، گفتند که رحمت برای پدرم، برای مادرم. شب روز مهنت کردند، هوا را گرم و خونکش به نگاه نکرده، صبحی سحر خسته بازارهای خنک و گرم و کار کردند. مهنت حلالشان که الهمی ما 3 فرزند را از هیچ کس کم نکرده با وی رساندند. تیر ماه بود چند سالها پیش که ما خورد بودیم، جشن زادروزی مادرم جشن میگرفتیم در سر یک دسترخوانی پر از ناز و نعمت. پدر مادرم و ما 3 فرزند البته آن لحظه های کودکی من را یاد کردیم. لحظه های کودکی جوانی ما بسیار هم زیبا گذشت. رحمت برای مادر عزیزم و البته همیشه صحت سلامت باشد، هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند. گوید که تا این دم کار کردن، مهنت کردن، بعد از این دم اکنون استراحت کنند، شینند. نبیره هایشان با ما چقدر تربیت نیک داده باشند، نبیره هایشان با آنها خیلی تربیت نیک دهند و ما تا چقدر که قوت داریم در خدمتشان هستیم. خداوند کریم نصیب گرداند هر دوی فرشته خاندانمان را، یکیشان دولت است، یکیشان البته فرشته خاندان ما هستند. به زیارت کعبه الله فرستادن برای ما نصیب کنند. گفته فرزندان دعا میکنند. برای مادر مهربانم گوید که چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. زادروزتان مبارک. امروز چخلی که از 2 فرزند از عظمتکه کلید پاشا دلدارایتی که در مسافرت هستند رحمت گوید به جانی ما به مادر مهربان من ما در مسافرت میگردیم. مادر چخل مهنتی حلال کرده و البته تربیت نیک داده که باشند. حاضر همین 2 نبیره شان را از مانم دیده زیاد نگاه کیسه از دانکش هم مغز شیرین گفتگی نقل همین به گفتگی بوده است که نبیره ها را از ما زیاد دوست می‌دارند و ناز می‌بینند. برای همین مادر عزیزم رسانید که مادرم، ای مادرم جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قد تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شام تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. همیشه در سر فرزندان سایبان باشد، دعاگوی باشد. زادروزتان مبارک. از امامک چند سال شد که زیبین سخاله را دوست دیده آمده از آهنی گویم. چند سال شد تو اشته کشور؟ 35 سال. زیبین سخاله 35 سال پیش چخیل بود مراسمی تورتوری بود می؟ نه؟ گلدسته حقیقت یعنی 35 سال با فقط روزی توی فقط هم روزی توی هم نبود می گلدسته بود ها؟ یک تا روزی توی گلی دستی الان اونش بر بین فایزش دیگر کنه. هشتوی مرد بچی میدانیم که تیرماه با بر بین گل نیست، گل قیمت چه باید پلش بیارن نغزه برای مادران. البته امروز باشد فرزندان گفتن که انا همون ارمانهای مادرم میشکند و از نام پدرم یک گلدسته انتخاب کردگی ما. پدر جانم گواهی ما با یک تا مادر عزیزم بعد انا گلدسته سپارن گفتن بر هم از گلهای بعد از پدر جان میدهیم برای مادر میسپارن. مبارک باشد.
باشم بی قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی بی پریشانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشان است فقط مادر می سوزد قسم تا روزی مقدودش در آتش هوای جانی خشت و تو تنها دعا خانم فقط مادر می سوزد اگر یاری تو عقلم شد اگر ناآمدی مبارک باشد رد فرزند داره فقط مادر می سوزد اگر یاری تو عقلم شد اگر ناآمدی شد در پیش همقدر مهمانان نیت میکنیم از نمامک خدا کند که از زیارت کعبت الله ساعت 2 یا 3 سحر ما انمی خاندانتان با شمانه پیشواز گرفتند از خواب شیرین مانده انمی اهل گذر همسایه و خویش و تبار نزدیکان همه در پیشوازگیری شمایان باشیم شمایان هستید که من فرزندان میفخرند از بدنتان زادروزتان مبارک تبریز خلا دمی پیری و دولت پیریت یاد گفتگش انمین از پیش فرزندان همه نیت‌های نیک همه آن آرزوهایی که در قلب داشتید به آن آرزوها رسید حاضر باشد برای شمایان تنها برای هر دویتان شیرینی آمردیم یک جای شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم زادروزتان مبارک باشد میگویم مرحبا Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, даже где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, вместе танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене.
Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами... مبارک باشد. زادروز مبارک. حاضر از زمان از همه پیش تخلطان تبریک کنه. مرحبا. خالی نزدیکتر بله؟ کلینچه که منه رحمت سلامت باشم. از یک مرحبا. السلام علیکم مهمان. من بیم 55 سالگی شما دایم درجه تبریک میکنیم. بارسلون درجه باشه همین سنجام نیامده سنگی دوست آرزو میکنند. من سنتی موندن رحمت موقع تبریکشون بود. من هم تبریک میکردم میگفته دایم سری موقع دست ما سلامت کردم. من سر نیوارشون با آیل آزم با هم باشیم. نیوارشون هم بلاهیم و من کلیم دیوشون هم سول کرده سالبار شده گشتن باشن نصیب دارم پروت بود. سواب باشن بخیشیم داریم هم الله آیون و چشم نواسنه. جان تبریک میکنم صد داره تا جان پیش پیر شده. وقتی ما با همه وقت صبح سلامت گردتم. نرفته گفته رحمت سلامت باشم. مانند اون دوگانه ها به آنها شام فرستادین هر دویتان رو تکلیف میکنیم. مرحبا گذاریتان کنید. رحمت خدا کند که زبین سخنم و توی نکاهی است تاکه چه بینقش با رساند و انمیرزه اعظمامک با دعای نیکشان توی سوک شدن نصیب کند میگویم. مبارک باشد. مرحبا دوگانه ها. السلام علیکم همدیران عزیز خویشاوندان محترم. من اولا از نام خودم خواهرک عزیزم زیبی رو در این روزی زادروزش تبریک مبارکباد نمودم. اولا به این صحت سلامتی عمر دراز سعدیانه و کیفیت های خیامانه آرزومندم. زیبی جان چه آرزویی که در دل خود پنهانی پرورده ای برای آب صاف برآمده جامعه عمل باش. با همراه یارت و فرزندانت میبرهایت در دنیا ساخت و سلامت گرد. در یورت مسافر که پسرک کلانیت از نام وی هم تو را تبریک و مبارکباد می نماییم. تا دنیا هست تو باش اولایم ساخت و سلامت باش. السلام علیکم. کریم پاسوی کلانی دختر کلانی زیبی نیسافاور. تلفنتان قاطی که است نه؟ همتونه؟ السلام علیکم هم میکروفون و شما علیکم در نقلی مکن من حضر دیم اومده در شما دیم دوش به تبریک میکنه میگرم دست داره گیره نکنه تو گیره نکنه تا همین خطر اینجا با چرا پروانه لوچی سلامت نازلی رحمت بچه جوان من جوبا میگفتم افزان سرطان کردی محله کردی اولی محله کردی چه گیره رحمت سلامت باشید. در مسافرت در پناه خداوند کریم باشید میگویم. رحمت هزار رحمت. مرحمت. السلام علیکم عزیز mehmonlar aziz mahallaning eng ajoyib bir namunali oilalaridan Zebo opa sizni mana shunday bir qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin. Hozir Shahzoda opamni aytganlarida Husaynjonni ko'rsak shu mahallamizga boshqa tadbirlarga ko'rsa juda quvonib ketamiz.
hammamiz bir oiladay. Juda ham men shunday quvonib ketganim, mana shu bolalar, sizni farzandlaringiz bilan birgalikda bizning farzandlarimiz o'sib shu mahallada mana shu darajaga yetganiga, mana shunday bir xonadonda ajoyib dasturxon yozib o'tirganingizga biz juda xursandmiz. Albatta, turmush o'rtog'ingiz bilan mana shunday mehnat qildingiz. Mahallaning eng faol, namunali, juda ham mehnatkash oila bular. Ularning mehnatlarini ko'rib juda qonib ketaman. Eng asosiysi mana shunday ota-onalar farzandlariga shunday g'amxo'r, kelinlariga mehribon, qaynona emas, men doim ko'rib hayron bo'laman. Ba'zan aytaman, o'zingizni ham ozroq o'ylang, Hamsajon. Juda ham g'amxo'r ona, ota bular. Shularga nisbatan ularning farzandlarining g'amxo'rligini ko'rib qonib ketdim men. Mana endi nabiralarga xizmat qilib turibdilar. Sizga yana kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik, hech ham kasal bo'lmang, chunki hali bu nabiralarning qanchalik hali to'y bo'lish darajasi, o'qishlariga bizlar ham yoningizda turaylik. Husaynjon, mana shunday tabrik kunlariga ko'p-ko'p kelib turing. Mahallamizga, mahallamizning eng siz sardorisiz. Biz qonib ketamiz, siz ham bizning o'g'limiz. Shuning uchun biz mana bu farzandlariga rahmat deb judayam qanday desam bir ajoyib oila. Bularni ta'riflashga so'z ojizlik qiladi. Chunki mahallaga ham mehnatlari ko'p bularning. Shuning uchun mahalla sardori sifatida bularga, shu oilaga ta'zim qilaman. Sizlarga yana bir marta sog'lik, salomatlik, mana shunday kunlarimizni doim ko'p o'tkazaylik birgalikda. Shunday bir oddiy dasturxon atrofida o'tirsak ham, biz mana shu farzandlarimiz sog'lig'ini ko'rsak, bizga shu katta baxt. Mayli, mana shunday doim kelaveringlar. Biz xursandchilik kunlarimizda albatta katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, tashakkur deymiz, tashakkur. مهمانان میزبان گرامی خوش آمدید. الهی همه چی نیت کرده که باشن نیتشان برسند. الهی صد بدران. الهی پاچان که قشقری کنند. الهی حتی که زمینی ساخوان الان بیرون درآمد به همسایه گفتند که شرکت تبریک کنید از نام ما، فعالی گذاری ما هستند. لیکن رقصشو بیرون نکنم، ما هم همراه هستند میرقصیم، خورسندی میکنیم. اگر اجازه باشه دیگر یک جای همه کسی میرقصیم و خورسندی میکنیم. زود مبارک.
آمدید ای بچه خوش آمدید السلام خوش آمدید نغز بیکار سلامتید کی بازه آمدید ای بچه خوش آمدید آسوب می نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من رویای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من
اینک عزیزان دیل بیننده های ما در خانواده اعظمک مهمان شدیم. زیبینوسا خاله را در جشن زادروزشان تبریک کردیم همراهی عزیزکه. البته این لحظه های خرسندی شادیانه را همچون سورپرایز تیار کردیم. پیشکش شما یان کردیم. میگویند هر آن چیزی که هر آن نهالی که زیر زمین میکنی ثمرش را میبینی. امروز از پشت فرزندان فخر میکنند. فرزندان باشند شکرانه میگویند برای هستی و بودن پدر مادرشان. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. صحت سلامت باشید. رحمت شما با سلامت باشید. روز ناز ببینیم. عزیزکه سلامت باشید. سلامت باشید.